الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در موضوع مضاربه در شریعت ثابت شدگی هست و در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله مضاربه کار میکردن صحابه کرام و به بعض روایت ها میگد که حضرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وقتی که مال خدیجه مادرمون وقتی که تجارت میبرد میآورد مضاربه کار کردگی هستند. به هر صورت و به هر دلیل ها زیاد دلیل ثابت شده است که صحابه کرام مضاربه کار کردگی هستند و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله اقرار کردگی هستند نه که آنها را من نکردند. مضاربه کردن در شریعت چگونه هست و کلمه مضاربه چی هست؟ امروز بعضی مثلا نفرها مضاربه میگن ما کار کردیم مضاربه هست، اما کلمه مضاربه و چی شرط ها در مضاربه هست آنها خبر ندارن و هم خاطر اون بسیار وقت میشد که بعضی برادرها مضاربه آنها درست شدگی نیست است. وقتی که مضاربه که درست نباشد اون کار آنها فاسد هست. مضاربه گرفته شده از کلمه ضرب به معنی زدن، یعنی که زدن در زمین. وقتی که اون قدم میزنه در زمین این طرف میره او طرف میره کار میکند. در شریعت همون عقدی هست که دو نفر عقد میکنن با شریک بودن در فایده. مال از یک طرف است و عمل از طرف دیگر است. مثلا که مضاربه همین خیلی است که پول از یک طرف میشود کار از یک طرف میشود. یک نفر پولدار میگن من پول دارم اما اونا بگیم با کار استفاده کردن میتونم، یعنی که اون نفری که پول ندارد اون کار پیش برده میتوند اما آدم پولدار کار پیش برده نمیتوند، یا اینکه مشغول هست یا که یکم بیمار هست فرقی ندارد، یا که پول کار پیش برده نمیتوند نمیخواد کار کند، میخواد که یک نفر پول چه بده پولی او کار کند. به همون خاطر عمل کار از یک جانب میشود پول از یک جانب. اون آدم به پول بگیم پول میگیرد با کار میفرماند، یعنی که با کار میدرارد، اما انسان پولدار کار نمیکند استراحت میکند اما فایدهش چی میشود؟ بین آنها تقسیم میشود. همین رو مضاربه میگویند، یعنی که همون عقدی هست بر شریک شدن در فایده، یعنی که فایده بین آنها شریک میشه، یعنی که فایدهش دو تقسیم میشد و عمل از یک جانب است و پول از یک جانب دیگر. برای صحیح شدن مضاربه دو شرط است که مضاربه درست میشد به دو شرط. یکم مال تسلیم شده باشد به سوی همون مضارب بودن آدمی که کار پیش میبردگی در زمین قدم میزند اسم میره کار میکند باید همون مال تسلیم کرده باشد که در همون مال دیگر دستی صاحب پولدار ماندگی نباشد. چخیل پورا باید همون پول در دستی همون بگیم انسانی که کار پیش بره باید تسلیم شده باشد. یکم شرط یکمش همین است. شرط دیگه‌اش که برای درست بودن مضاربه شرط دیگه‌اش این است که فایده بین آنها مشاع باشد. چخیل یعنی که مشاع هم را میگند که همون چند سمی که فایده شید چند مقداری که از فایده شید بین آنها تقسیم باشد، یعنی که معین نباشد از جانب یکی از همانها. یعنی که چگونه صاحب پول بگه که من اینم مثلا که به تو مثلا همین $10,000 را میدهم هر ماه به من $400 فایده میاری میدهی. این گپ گفت اگر این مضاربه نیست بلکه در ریبا میدرید، درست نیست است. یعنی که باید بگوید که چی فایده شید 50 در 50 تقسیم، یا اینکه چی فایده که شید 50 در 40 60 در 40 تقسیم. چخیل صاحب مال میتونه بگه که 60 فایده من فایدهش میگیرم 40 فایده تو میگیری، راضی هستی؟ بگه انسانی کار پیش میبرده اگر راضی باشه درست میشود. اما مقدار معین یک مبلغ معین کند که هر ماه مدام میاری $200 میتی از همین $10,000 فایدهش میاری میتی $200 میاری میتی بگه معین کند، این یک از فساد کننده های مضاربه هست و این در ریبا میدرد، درست نیست است. اگر مضاربه درست شید مثلا که همون پول آورد صاحب پول در دست آدمی کار میفرماندگی مضاربش میگن در دست همون آورد داد گفت که فایدهش 50 در 50 تقسیم یا که 60 در 40 تقسیم اتفاق شدن خلاصه گپ بعد چی کار میتوند که آدمی پول گرفت مضارب، یعنی که کار چه پیش برده میتوند؟ اون کار پیش برده میتوند که در چیزهای حلال باید استفاده کند. مثلا چیزی که نباشد در تجارت ها میتوند که استفاده کند و برای همون درست است که سفر کند، یگان جا دیگه سفر کند مال بیارد بفروشد
و میتوند که همون انسانی که مضارب کار کرده است مثلا خودش وقتی که به سر بار میرود یک از دیگر وکیل کند که همین دکان مرا نگاه کردم بگی در اونجا چیز و چاره مضاربه باشد، اگر مال های مضاربه باشه میتوند وقتی که چخیلی که مال خودش رو استفاده کرده میتونه خیلی دیگه استفاده کرده میتوند. انا که اگر صاحب مال معین کرده باشد، گفته باشد که از همین مثلا که از تاجیکستان بیرون با پول ما دیگه کار نکن، گفته باشد در این حدود تاجیکستان کار کن، از تاجیکستان بار بخرد، از تاجیکستان بفروش، مثلا از دوشنبه آورده در کولا بفروش، از دوشنبه آورده در غرب بفروش، از دوشنبه آورده در قرقم بفروش، از بیرون از دوشنبه نبرو گفته باشد مثلا از تاجیکستان. اون انسان مضارب کار پیش میبرده که حق ندارد که چی کند، اون بگیم از تاجیکستان بیرون ببراید. یا اینکه گفته باشد که یک مال یک نوع مال است، خود گفته باشد که در همین کار کن فقط، مثلا تو فقط برنج بخر برنج بفروش، دیگه غیر برنج من راضی نیستم، گندم کار نکن مثلا. یا اینکه مثلا که در یک گفته باشد که تو فقط آب بفروش، آب ها را مثلا که 5 لیتر 10 لیتر از چه آب گرفته بعد دیگه بفروش، میلو در چیزهای مثلا خوراکوری من راضی نیستم، گفته باشد حق داره این کارها را اگر بکند. اما این چیزهایی که مقیده و قاعده هایی که میکند صاحب پول حق دارد، رب المالش میگن حق داره که این کارا گپا را بگوید. یا که بعد زمانی معین کردگی باشد، گفته باشد که همین یک ساله همین پول مضاربه میتونم دیگر خلاص گفته باشد، بعد یک سال با ای صدقه صحبت میکنیم، این حق ها را داره. وقتی که سال که پوره شد مضاربهشون بکار میشود. انا انسانی که پول وقتی که میگیرد، انسان مضاربش گفتیم، پول وقتی که میگیرد اون نفر حق ندارد که در همون چیزهایی که صاحب پول اجازه داره در غیر همونها کار کند، گناهگار میشه، درست نیست از کار کردنش و از تاجیکستان برآمدن حق ندارد. و وقتی که معین کرده باشه اون کارشون چی میشه، لغو میشه، بکار میشه، دیگر حق نداره که با دوام شه با کار کنه از پیش خودش. یک چیز دیگرش این است که اون انسانی که پول وقتی که میتیه در آدم مضارب، آدم مضارب نیک آدم کار پیش میبردگی حق ندارد که با او پول گرفته با برده در یک کس دیگه با مضاربه بتد، این کار حق ندارد مگر به اجازه همون، اجازه صاحب پول باشد که مثلا که اجازه بده که مثلا میتونی که این پول گرفته با بر در نفر دیگه با مضاربه بتی، خیلی چی فایده که بین تو بین اون نفر شد با تقسیم میکنه گفتگی باشد اگر جایز میشه و اگر نه درست نیست است. این انسانی که پول گرفته کارفرمانده است میتواند که قرض بده همون مالا، مثلا میرود از روسیه از خطای بارا میارد، مثلا از یک شهر دیگر است میارد بارا، مثلا شاید که بگذار 100 تن مثال گپ گندم آوردگی باشد، اون میتواند که همون سوداگرهای دیگر را قرض بدهد، برای که خیلی مثل قرض تون میتونه هفته اینا میتواند حق دارد. او صاحب پول نمیتونه برای که تو قرض ندی مثلا که این کارها را نکه گفته نمیتونه، چون که هست این از ضرورت های تجارت هست، یعنی که انسان ضرور میشود که این کارها را بکند، هر یک چیز نمیتوند که اون باز چیزی خودش مثلا که در جاش پول داده و مثلا که مثلا مال داده پول بگیرد، این خیلی شینش ناممکن هست در همه حالت. حالا تو میشه که یک نفرها قرض میگیرن، اگر که اون از قرض از این چیزها که من کرد صاحب پول اون دیگر اون سودا کرده نمیتوند، این حالت ده گناهگار میشه. اونم که وقت مقاید کرد مجبورش کرد که ها همین پول قطعی بده اما قرض نده، گفته این چیزها در مضاربه درست نیست از این کارها. وقتی که گفتیم که صاحب پول میتوند باید که یک ساله همین مال مضاربه میکنیم گفته باشد، سالش پره شد یا اینکه مثلا که او را گفت که دیگه قطعی کار نمیکنه، از کار گرفتش مثلا، اما اون پول مالی که مثلا $10,000 که بود اون علاقه چیز چوره خریدگی بود تا آخری همون سال بگیم فروخته نتونست، این حالت نمیتوند که هم آدمی کار پیش میبردگی اون چیز چوره باشد، اگر اون فروخته اون پول کرده بعد در دست صاحب پول میتاد، فایده باشه تقسیم میکند، اگر فایده نباشد همین خیلی پول میتاد خلاص دیگر. این نازکی های هستند که اینجا شاید که بعضی مردم متوجه نشده باشند. شاید که همون انسان وقتی که مال کار میفرماند، مثلا گفتیم از بدایت که $10,000 باید کار بفرماند، اما رفته اون کار میفرماند که با عوض این که فایده به دست بیارن اونها ضرر میبینن. پول $10,000 بود رفته تا آخری سالی که تارم وقتی که معین کردگی خودشون رو رفته که مثلا $8,000 میموند، با جای فایده ببینن علاقه ضرر دیدستن. این چی میشود؟ در این حالت انسانی که همون مضارب کار پیش میبرده که کوشش کرد، تمام سیر کوشش پیش برد و کوشش میکرد که فایده ببیند، وقتی که مثلا که در این تلاش داشت اما فایده ندید ضرر دید، در این حالت انسان مضارب جوابگو نیست است،
انسانی که کار پیش میبره که جوابگو نیست است. ضرر کشید از هم پول رفتن میگیره، این از جیب خودش صرف نمیکند، این جوابگو نیست است. اما از بدایت شرط کرده بودن که فایده و ضررش تقسیم، این مضاربه فاسد دیگه است، هر اینها گناهگارش دیگه هستن. این گپ‌ها گفتهشون درست نبود، از بدایت درست نبود. فایده و ضرر تقسیم نیستن، اینها شریک نیستن. فایده تقسیم هستن، ضرر تقسیم نیست است. چخیل اون انسانی کار پیش میبردگی ضرر دیدگی است الکی، اون از کوشش و از وقت دودگیش الکی تمام ضرر دیدگی است. اما از پول بود دیگه ضرر نمیبینه. این برابو از پول که ضرر کشیده باشد از چی است؟ از جانبی همون پولدار می شود. همون پولی که ضرر دیگه است از همون می رود. از این جانبی صاحبی که کار پیش می بردگ از این ضررش این است که از کار کردگیش یگان فایده ندید و وقتش بیهوده چی کرد؟ بیهوده نه، بلکه کوشش کرد و وقتش همین خیلی ضرر رفت. نه که اینجا در مابین چند بار فایده شیده بود، چند بار مثلا که هم $10,000 کار می‌فرمونن $500 و $400 چندین بار فایده دیده بودن، اما در رفته که با ضرر در کار کردن، مثلا که با بار برده و فروخته و آوردیستن، مثلا این رو زدن همون فایده که اول دیده بودن همون فایده رو برمیگردونن تا اینکه همون $10,000 پوره شد. از بدایت که مثلا که همون $10,000 رأس المال بود، پول بود، هم رو باید پوره کنن که وقتی تا آخر سال اگر که فایده و مثل ضرر کشیده باشد اونها رو همش یک طرفه کرده همون سری پوره میکنن. اگر که اون فایده شیده باشد، فایده نشیده باشد، در این حالت مضارب، یعنی که انسانی که کار پیش میبرد اون در ضرر جوابگو نیست است. این بعضی امروزا میفهمیم که بعضی نفرها مضاربه کار میکرده هستند، فایده و ضرر در اونها شریک بوده هستند. این مضاربه نیست، این درست نیست است. ضرر شید این ضرر دیدگی هست از مضارب، از کوشش و از وقتش، اما از پول جوابگو نیست است. اگر در همین حالت مضارب بی‌پروایی کرده باشد، یک کاری را کرد که اون کارها در ضرر بود و خطر بود در اون، اما این کار را کرد، این حالت در ضرر جوابگو هست است، مضارب جوابگو هست که باید جواب بگه چرا این کارها را کرد که کارهای خطرناک بودن. و دیگر که هست صاحب پول نمیدونست که این در کارهای خطر استفاده کردگی است. و اگر با بی‌پروایی کرده باشد، در این بی‌پرواییش این جوابگو هست. به خاطرش یک نفر شاید گمان کند که اون کار کرد، وقتی که در مال مضاربه ضرر دید، این حالت در جوابگو نیست است. شاید بعضی نفرها گمان میکند. به خاطر این است که اون در بدایت که پول در دست انسان کارفرما میدهد، این امانت حساب میخورد. وقتی که مال که میخرد اون وکیل هموش دیگه است، خلاص. وقتی که میفروشد شریکش دیگه است، در آخر رفته بین اونها چی در فایده شریکش دیگه است. اما اینجا اگم چیزی که وقتی که ضرر میشود به اختیار انسان کارفرما، بیچاره کوشش میکرد اما ضرر دید، کوشش میکرد اما در آخر رفته خسارت دید، این حالت در امانت هست، اون در امانت جوابگویی ندارد. اون یگان به اختیار این شده است، این یگان قصد ضرر دیدن نداشته، برعکس اون قصد داشت، کوششش این بود که فایده ببیند، فایده ندید دیگر، اون دیگر جوابگویی نیست. موافق قانونهای الله این بنده باید چی آدمی پولدار باید اون مجبور نکند که مثلا که ضرر دیگه بیا پوره کن، مثلا که اگر که $10,000 ضررش باشد $1,000 تو میدی هر هاینا، $1,000 من میپرتم، این $10,000 پوره میکنیم، بود این بار کار شروع میکنیم. این کار کرد اگر اون صاحب پول ظالم حساب میخورد و گناهکار کبیره میشود و بالا ایده کرده مضاربه اون درست نیست است، این فاسد هست. به همون خاطر شرط‌های مضاربه، نازکی‌های مضاربه باید پیش از آن که این انسان‌ها این چیز را باید چندین بار گوش کرده، اگر که علم نداشته باشند باید گوش کنند چندین بار که چی نازکی‌ها دارد، بعد اونها عقد مضاربه را چکنن عقد بکنند. وقتی که در آینده همون کارها مصیبت‌ها کشید، مثلا صاحب پول در حال اون آدم مضاربه بالاش ظلم کرده و طلب نکنه باید. اگر کرد، اگر هر آینه از جمله ظالمین حساب میخورد و اگر همین شرط از بدایت مانده باشند که فایده و ضرر اگر که ما شریک هستیم، این مضاربه فاسد شدگی هست، درست نیست است. الله پاک همه این چیزها را شنیده و با اینها عمل کرد نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.